مطمئنم نمیدونستی کاهوهایی که حالت کشیده دارن به کاهو رسمی معروفن و مقدار پتاسیم و فیبرشون 2 برابر کاهو پیچ هست. اگه قسمت انتهایی کاهوها رو برش بزنید، با دستمال کاغذی که با آب خیس شده بپوشونید و دورش سلفون بکشید و توی یخچال بذارید تا 1 ماه تازه میمونه. دقت کنید اصلا ساقه کاهو نباید مصرف شه چون سرشار از نیتراته و برای بدن مضره. برای شستن 1 قاشق نمک و 1 لیوان سرکه رو با آب مخلوط کرده و برگ‌های کاهو رو به مدت 15 دقیقه داخل این محلول بذارید. هم ضد عفونی میشه، هم تلخیش گرفته میشه. هر چقدر برگ‌های کاهو رسمی سبزتر باشه خواص بیشتری داره، پس از خوردنش غافل نشید. روش دیگه نگهداری کاهو اینه که بعد از شستنش آب اضافهش رو بگیرید، خرد کنید، داخل شیشه دستمال نخی بذارید، کاهوها رو داخلش بریزید و درش رو ببندید و توی یخچال نگهداری کنید. اینجوری هر وقت نیاز داشتی کاهوی تمیز و تازه داری که کنار غذا یا برای سالاد استفاده کنی.